پورا نماید. ای وای، چی روز بود؟ چی با پیش بار اومدم با کارت پول گذراندم فراموش کردم. ассалому алайкум бинандагони азиз. Ширкати лот فوتبال خصوصا افارانه که توجه دارند با بازی‌های داخلی تاجیکستان. محمد جان نسکف رقم 23 و از طرف چپ باشد 27 شهریار عنایت الله.
قبل یکی از موضوعات در دیگر مسی صاحبی توییتی داری تاجود برای دیگر و برای شبه کردن زیرا برخیده آنها بازیگرانی هستند که در موسم گذشته از مسی دورشون در بودند اما فابریسیو رومانو خبرنگار از اسکای اسپورت یکی از خبرنگار السلام علیکم دوستان ارجمند مخلصان و هواداران فوتبال شما را دعوت میکنیم با تماشای بازی لیگ اولی تاجیکستان در گروه بی. این رقابت برگزار میگردد مرحله سوم چمپیونات تاجیکستان و امروز کلوب مرکزی ورزش ارتش با مهمانی دسته حاصلات رفته است. حاصلات این رقابت را در نویه فرخور در میدان خانگی خود برگزار میکند. برای همینم برخی از کارشناسان ساحه بران هستند که امروز امکانیت میتواند برای دسته حاصلات برای غلبه به دست آوردن باشد. اما برای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در رقابت غالب شدن خیلی مهم محسوب می شود. گپ سریا می رود که کلوب مرکزی ورزش ارتش تنها یک بازی دیگر دارد، یعنی همین رقابت بازی آخرین کلوب مرکزی ورزش ارتش در چمپیونات امسال می باشد. برای همینم دسته را لازم است تا حتما غلبه خود را به دست دارد. این زمان دسته حاصلات هیئت این تیم در کنار ما با شما قرار میگیرد. بازیگران بهترین دسته مذکور آماده هستند تا با این تیم کمک برسانند و همین صبحانه سمرابی ایرانی دسته مذکور چنین فوتبالبازان را به میدان وارد کرده است. همچنین برخی از فوتبالبازان دیگری که در هیئت ذخیروی قرار دارند و از هیئت ذخیروی به میدان وارد گردیده رفت رقابت را باز بهتر میکنند. آنها هم با ما و شما علی زمان نشان داده میشوند که البته میتوانند در قسم دوم رقابت خصوص به میدان وارد شوند. در بازی قبلی هم برخی از فوتبالبازان را همیشه استفاده می‌برد که امروز هم آنها میتوانند با احتمال غالب به میدان وارد بگردند. فیض دولتوف مربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد چنین بازیگران را یعنی 11 نفر به میدان وارد کرده است. در ذخیره خود او چنین فوتبالبازان را دارد و همه این بازیگران را من البته با شما شناس خواهم کرد. هم بازیگران هیئت ذخیروی هم بازیگران هیئت اساسی را با دست دادن امکانیت فوتبالبازان ذخیروی هنگامی که به میدان وارد میگردند اونها را البته با شما میتوانیم خوب شناس بنماییم. همه چیز آماده است برای شروع شدن این رقابت. همه در انتظار صدای اشتک داور رقابت امروزه هستند که عبدالله دولتوف است و همچنین بازداورانی که از دو کنار به کمک میرسانند.
имрӯз барои дастаи клуб маркази Варшартиш барои дастаи ҳосилот бисёр ҳам бозии муҳим аст. Метавон онро ба як финал ҳам хуб монанд кард, чунки дастаи ҳосилот ҳам на он қадар ҳолати хуб дорад. Дар ҳамин гурӯҳи Б ки айни замон дастаҳо бозии худро дар гурӯҳи Б баргузор мекунанд, яъне барои гирифтани мавқеъҳои панҷум то даҳум. Инҷо албатта муҳим аст ғалабаро ба даст овардан то мавқеи дастаҳо хубе гардад. алахусус ҳосилот ки айни замон хуб дар зинаи дар ҳамин гурӯҳи Б дар зинаи чорум аст, яъне дар маҷмӯъ ин зинаи нуҳум мешавад ки имконияти мондан дар лигаи олиро намедиҳад. Агар ҳосилот дар ҳамин зина, яъне дар гурӯҳи Б дар зинаи чорум тамом кунад мавсимро, пас рохати лигаи олиро дастаи мазкур аз даст хоҳад дод. Хуб, инҷо устоди мураббиёни дастаи клуби маркази Варшартиш ба мо нишон дода мешаванд ва ҳамчунин онҳое ки дар захиравӣ қарор доранд. Хуб, акнун ҳама омода аст ва ҳама дар интизори сар дошта ки дувари рақобати имрӯз мебошанд. Фурсате аст то шуморо акнун бо ҳайати асосӣ ҳарду даста шинос бинамоем ва оғоз мекунем аз дастаи ҳосилот ки албатта мизбони рақобати имрӯза маз дастаи хуб ҳосилот аст ва дастаи ҳосилот бо чунин ҳаят имрӯз ба майдон ворид мегардад. дарвозабони дастаи ҳосилот Гибеко Проспер асту дар пиёрони худ рақами 31-ро дорад ва баъдан футболбозоне ки дар хатти дифоъ дар бозии имрӯз рақобат хоҳанд кард рақами 23 Инҷонибек Шарипов аст ки пеш аз ҳосилот дар клуби маркази Варшартиш бозӣ карда буд, яъне дастаи рақиби имрӯзаи ҳосилот барои бегона нест. Баъдан як футболбози дигар таҳти рақами 3 легионер Бенҷамин Асамоа бозӣ мекунад. Рақами 10 як легионери дигар ин Капава Вили аст. Футболбози рақами 11 як дифоъгари дигар Шодиҷон Муродов. Баъдан ним ҳимоягарон Саид Мухтор Азимов ӯ таҳти рақами 6 бозӣ мекунад. Абдураҳмон Нозимов ӯ рақами 8 дорад, капитани даста аст. Расул Пайзов рақами 7 дар хатти ним ҳимоя ва се ҳамлагар рақами 77 Кабир Салимшоев, рақами 30 Франк Микаел ва рақами 35 Ин Абдухалил Боронов мебошад. аз се футболбози хатти ҳуҷумам дар рақобати имрӯза бисёр чиз метавонад вобастагии калон дошта бошад. хуб, ҳамакнун метавонем таваҷҷӯҳ кунем ба ҳайати имрӯзаи дастаи клуби марказии варзиш Артиш. Ҳусниddини Маҳмадалӣ таҳти рақами 16 ӯ имрӯз дар хатти дарвоза хоҳад буд. Футболбозоне ки дар хатти дифоъ бозӣ мекунанд. Рақами 12 ин Бакинде Била Ҷерард аст. Рақами 5 Комрони Мирзохон. Рақами 20 Комрон Иброҳимов. Таҳти рақами 3 Бахтиёр Азимов бозӣ мекунад. Рақами 66 футболбозони хатти ним ҳимояро акнун ба шумо мегӯям. 66 Муҳаммад Иқбол Давлатов. 33 Жан Гатенде. Рақами 33 ӯ рақами 25 Нигангу Нтенгу Дориан. Рақами 6 Шерол Шарипов ва футболбозоне ки дар хатти ҳуҷум нишон дода шуданд. Рақами 21 Вайсиддин Сафаров аст ва рақами 18 Абдулло Шарипов. Сармурабби дастаи мазкур хуб мураббии калон Файз Давлатов аст, ба кӯмак мерасонад хуб Олимшоҳ Қадамшоев ва мураббии дарвозабонҳо бошад Асадулло Норов маъсуб мешавад ва сармураббии дастаи ҳосилот бошад дӯстони арҷманд Амин Субҳонӣ аст. ба ӯ боз Нурулло Маҳмудов ва Амалӣ Назарзода кӯмак мерасонад. аз вақте ки оғозшавии ин рақобат дар назар шуда буд аллакай 5 дақиқа сепарӣ гардидааст. то ҳол бозӣ шурӯъ нашуд. бозигарон барои оне ки баданашон хунук нашавад худро гарм карда истоданд, баданро гарм карда истоданд ва акнун бояд довари рақобати имрӯза Абдулло Давлатов бо комиссари бозӣ ва нафарони дигари дахлдор ба хулосе биёянд ки бо ин рақобат бояд
چی عملی انجام داده شود و باید با آن چیکار کرد. وارم در رقابت امروز از دوستان ارجمند این چیز را هم فراموش نمیکنیم. دواران بازی امروز را یک مرتبه دیگر به شما میگویم. دولت فلورکی گفتم که دوار اساسی است، به او کمک میرساند از یک کنار دوار از شهر نو خولمراد عبدالسلیموف و غیرت روزبویف از شهر نو از کنار دیگر از دوار تیوتی باشد. خورشید دادابویف و از شهر خوجان می باشد. نصرالله کبیروف در حجره وار نفر اساسی است. امیرجان خورکشف و زوال خوجانظرова کمک میرسانند به او. زوال خوجانظرова نواربردار است و یاوری ویدیو یاوری دوار باشد. امیرجان خورکشف است. خب دoziri دواران равшан ишматов است و از کوشانه می باشد. جمشید اسماعیلوف کمیسر رقابت است که این زمان صحبتی و دوار این رقابت عبدالله دولتوف جریان دارد. خب دوباره بازی عبدالله دولتوف به مرکز میدان می آید. او را به عبدالخلیل بارونوف می دهد. این توپ کرنوشایم است، باید با یک توپ دیگر بازی کرده شود. خوب طبر کارگردان رقابت سلطان مرزودیف به ما خبر رساندند اینجا مشکلات تکنیکی علاقه دواران است. به همین خاطر بازی اندکی دورتر آغاز یافت. بین هم علاقه را گم کردند دواران، یعنی همون فناوری شون اندکی مشکلی را به وجود آورد. همون تکنولوژی که با اون دواران بین هم علاقه میکنند در ارتباط هستند بین هم و همه این مشکلی پس سر شدند دوستان ارجمند و تقریبا 10 دقیقه دیرتر این رقابت شروع می‌گردد. اما اون آغاز می‌شود دوستان عزیز. بازی دسته‌های حاصلات و کلوب مرکزی ورزش ارتش همکنون از دایره بازی مرحله سوم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال آغاز می‌گردد. حاصلات با پیراهن‌های سفید در میدان هستند و فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش باشند. آنها در بازی امروز با پیراهن‌های سرخ در میدان هستند. توسط کنار بازیکن آسیا تکنون کوشش به هجوم گذاشتن را میکنند. پس به خط حمله اینجا تو از میدان بیرون نمیگردد. دروازه‌بان کمی خطا کرد ولی فوتبالبازان خط دفاعی این وضعیت را برطرف کردند. هجوم ادامه خواهد یافت. اینجا قاعده بازی شاید ویران شده باشد. کوشش‌های خیلی خوب اینجا در خط هجوم دیده می‌شدند ولی اونها به برار جنبال کردن. طور مشاهده کردیم اونجا رسول پایزوف بسیار تلاش کرد. رسول پایزوف در دسته کلوب مرکزی ورزش هم بازی کرد وقت زمانه، یعنی این دسته هم برای بیگانه نیست و این زمان باشد او شرف دسته خوب حاصلات فرخور را حمایت میکند. توسط کنار هجوم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را میتوانیم مشاهده کنیم. اونجا نگاه داریم تلاشی و پس با داخل جریمه گاه تو از جریمه گاه بیرون میشود. دوباره از کنار با رقشه خود را بالا میبردارد. اینجا افساید بوده است. و در نوار تکرار مشاهده میکنیم که واقعا هم حالت نوازی بود. با جدول مسابقه دوستان ارجمند یک مرتبه دیگر میسازد. نظر انداخت کلوب مرکزی ورزش ارتش این زمان در بین دسته های گروه بی در زینه یکم قرار دارد. در مجموع اگر با جدول ما متوجه شویم یعنی بی تقسیم کردن به دو گروه این زینه
خوب پنجم میگردد. طور اشاره کردیم زینه ششم می شود. طور اشاره کردیم از زینه یکم تا پنجم دستا در گروه ا مبارزه را ادامه میدن و برای همین زینه ها تلاش خواهند کرد. از گروه از زینه ششم تا دهم باشد برای زینه ششم تا دهم مبارزه میبرند و دسته هایی که امروز بازی برگزار کرده ایستادند یعنی حاصلات و کلوب مرکزی ورزش ارتش هر دوی همین دسته در گروه بی قرار دارند. کلوب مرکزی ورزش ارتش این زمان در گروه بی دسته یکم است. آنها بعد از برگزار کردن 21 رقابت در حساب خود 5 غلبه دارند. 10 بازی را مساوی انجام دادند که این خیلی زیاد است. قسم خوب بینید که از 21 بازی 10 بازی مساوی بودند. این 45 فایز بازی است. اگر امروز هم بازی مساوی انجام یابد پس 50 فایز بازی این نتیجه مساوی می شود چون که از 22 بازی 11 تا مساوی می شود و 6 مرتبه باخت کرده است دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. 16 گل به دروازه رقیب زده است. 15 گل از دروازه خود گرفته است. در مجموع در حسابش دسته مذکور 25 گل دارد و با 25 گل دسته مذکور در زینه ششم موقع دارد. در جدول عمومی در جدول گروه بی باشد دسته زینه یکم است و تحقیق کننده اساسی این دسته خوجان می باشد که در حساب خود 24 امتیاز دارد یعنی تنها یک گل کمتر. تو هیچ چیز در همین 4 دسته که هستند معلوم نیست یعنی کلوب مرکزی ورزش ارتش خوجان رگاتراز و اوسیلوت هیچ چیز در بین اینها معلوم نیست. خطلون که دسته پنجم است الکی معلوم است که دسته مذکور از ادامه راه مبارزه بی‌نصیب شده است. آنها در حساب خود این زمان 16 گل دارند و دیگر امکانیت نجات یافتن رو ندارند. بعد از آن که رگاتراز این دسته را مغلوب کرد دسته مذکور دیگر امکانیت ندارد تا نجات یابد چون که دسته زینه در همین گروه دسته زینه سوم که رگاتراز این زمان است در حسابش 23 گل دارد و برای دسته خطلون این دسته این زمان گویم که دست نو رسمی باشد. خلاص دسته خطلون اولین مرتبه روخت لیگ اولی را از دست داد. رسما دسته خطلون الیت فوتبال تاجیک را ترک میکند. موسم نوبتی را اونها در لیگ یکم باز میگردانند و اکنون یک دسته دیگر هم آهسته آهسته معلوم خواهد شد. امروز برای مثال اگر کلوب مرکزی ورزش ارتش مغلوب گردد حالت دسته مذکور خیلی وزنی می شود چون که در اینجا در همین گروه بی تنها کلوب مرکزی ورزش ارتش و رگاتراز این دسته ها الکی 21 بازی را برگزار کردند یعنی تنها یک بازی دیگر مانده است. عبدالخلیل بارانوف مبارزه میبرد و اینجا خوب تلاش خوب بود کوشش ها کردن بازیگران. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم اینجا قاعده بازی را فوتبال کلوب مرکزی ورزش ارتش ویران کرد. اونجا در خط حمله عبدالله شریف میخواست تلاش خوب بنماید ولی موفق نگردید. پرتاب به کنار حمله دسته حاصلات پس اینجا با خط به نزدیکی جریمه‌گاه روان می شود. کوشش های نوبتی در خط هجوم اینجا کنون تلاش رسول فایزов بود. ارسال نوبتی با داخل جریمه‌گاه بود برای جنبش شد این وضعیت. یک ضربه دیگر به طرف دروازه و توپ اینجا پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود. به طرف عبدالخلیل بارانوف باید توپ میرفت. بازیگر مذکور امکانیت میجوست برای ضربه زدن ولی توپ به طرف او نآمد. خوب گفتیم که کمیویا و رگاتراز دو دسته هستند که 21 بازی رو الکی در حسابشان دارند و برای کلوب مرکزی ورزش ارتش همین بازی رقابت آخرین است.
یعنی اگر اونها مغلوب گردند پس 25 خالی اونها شاید این دسته رو نجات هم ندهد، چون که همه دسته میتوانند از این تیم گذرند. دسته حاصلات بعد از این رقابت یک بازی دیگر خواهد داشت. خوب دسته خوجند 2 بازی دیگر دارد و این زمان اگر با شماره امتیازها و بازی برگزار کردن نظر بندازیم میتوان گفت که حالت کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگارتادا زنده که بدتر هم هست و بازی امروزه میتواند کلوب مرکزی ورزش ارتش رو در حالت خیلی خوب ماند، چون که آنها در صورت غلبه خود صاحب 28 امتیاز میگردند. چون صاحب 28 امتیاز بگردند پس کلوب مرکزی ورزش ارتش خود را نجات خواهد داد. چرا؟ چون که ریگارتادا در حسابش 23 خال دارد و برای 28 امتیاز کلوب مرکزی ورزش ارتش اونها دیگر دریافت کردن نمیتوانند. دستنوراست میشود کمیویا برای ریگارتادا و کمیویا خود را نجات میدهد. یعنی غلبه امروزه برای کلوب مرکزی ورزش ارتش خیلی مهم باشد. در صورت مغلوبیت کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگارتادا اگر در بازی خود غلبه بده صورت پس ریگارتادا از امکانیت پیدا خواهد کرد. خلاص از نگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش این بازی برایشان تا اندازه فینال موسم است، چون که در صورت غلبه آنها خود را نجات خواهند داد، در صورت مغلوبیت حالتشون خیلی و خیلی ناگوار می شود. معلوم است که در صورت مغلوبیت تقدیر آنها از خودشان وابسته نخواهد بود، یعنی از نتیجه بازی دیگر وابسته خواهد شد. حمله نوبتی حاصلات پس به خط هجوم روان کرده می شود. توسط کنار حمله جریان دارد، امکانیت خوب می جویند بازیگران دسته حاصلات و باز این وضعیت بی‌قرار جنبست کرده. حمله نوبتی عبدالرحمن ناظیموف اینجا پرتاب به داخل جریمه روان می شود. این وضعیت بی‌قرار جنبست می گردد. یک فوتبالباز دسته حاصلات توسعه برداشته است و کمک دکتران نیاز دارد. می توانیم بار دیگر متوجه شویم که چه حالت اینجا رخ داد. یک برخورد خیلی شدید و دردناک بود. فکر دارم این سید مختار عظیموف بود. برخوردی با بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش برایش دردناک شد. سید مختار عظیموف از جا بالا می شود، عبدالخلیل بارونوف به کمک می رساند و این بازیگر رقابت را ادامه خواهد داد. خب اگر دسته حاصلات امروز غلبه به دست آورد پس این تیم صاحب 24 امتیاز میگردد، یعنی کمتر از کلوب مرکزی ورزش ارتش که کمیویا نظام 25 خال دارد، ولی حاصلات بعد از همین رقابت باز یک بازی دیگر هم خواهد داشت و در اون رقابت میتواند از کمیویا گذرد. خب اجازه داده می شود برای ادامه دادن رقابت استادی محمد علی از نزد دروازه‌اش ضربه به خط هجوم. کوشش‌های بازیگران دسته کمیویا در خط هجوم اینجا اشاره می‌گردد که قاعده بازی ویران شد. دو بازیگر این زمان در زمین خوابیدن، هم از هیئت دسته کمیویا و هم از هیئت دسته حاصلات. این اون لحظه نبود که انتظارش بودیم. خب از جا بالا میکنن بازیگر حاصلات رو و همچنین بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش ویسیدین سفرов هم از جا بالا می شود. خب اکنون این حالت را متوجه گردیدیم چگونه ویسیدین سفرов و شادی جان مرادوف به هم دیگر رسیدند. کمی در برای هر دو هم بود، ولی هر دو از جا بالا میشوند و بازی را ادامه داده میتوانند. وضعیت استانداردی با نفع بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش است. این زمان پرتاب بعد داخل جریمه روان میگردد.
این وضعیت برطرف شد. میتوانم با کانتر هجوم خود بگذارم فوتبالبازان اوسیلات. ضربه به خط هجوم میگذارد این توپ. عبدالخلیل بارانов نزدیک میشود به جریمه‌گاه تلاشیو و اکنون این وضعیت به نتیجه به انجام میرسد. داورش را میکند که بعد از نزد دروازه توپ وارد بازی شود. بار دیگر میتوانیم متوجه به این فرصت شویم که چگونه در خط دفاع با خطا راه داد. فکر دارم اونجا بلونگ جرار بود. از باقی یک سال دیگر با خط هجوم روان کرده می شود. اینجا توپ با کنار چپ باید رسانیده می شد. عبدالله شریف از پا افتید. می توانیم بار دیگر متوجه شویم به این وضعیت. مشاهده میکنیم که چه حالت رخ داد. اینجا عبدالله شریفов در رقابت با بنجامین اساموا از پا افتید. داور اشاره کرد که اونجا خود بازی وارد نشده است، تنها اوت است و خلاص. توپ را شادیجان مراد فلکه به بازی وارد میکند. ضربه شادیجان به خط حمله. کلوب مرکزی ورزش ارتش هم در رفت موسمی جوری تأخیر معین کردن نتوانست که با کدام سرمربی کار فعالیت کردن میخواد. اینش اومد رفت، اونش اومد رفت و ایش اومد رفت و هیچ کس البته در دسته مذکور تأخیر کار نکرد. سبب ها زیاد هستند. طور خود اونهایی که اشاره میکردن که بچه خاطر از فرانده شدند، یعنی با یک نفر خوب میتوانیم نامحرم گوییم مسعود نظرزاده برای مثال برایش مناسبت رباعیت دست پیش نامد. دیگر سرمربیان که باز عامل‌های دیگری بودند که از وظیفه رفت. و این زمان با دسته مذکور فیض دولتov کار فعالیت میکند که او دوام چندین سال است که در سیستم همین دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. نه تنها او، همچنین اینجا میتوان قدم شوی فرام اشاره کرد که این نفر هم چندین سال هاست در دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. یاردمچی، فقط یاردمچی. وضعیت نوبتی استانداردی. پرتاب به داخل جریمه‌گاه روان می شود. در مرکز میدان رقابت برای توپ را گرفتن باز شدیدتر می شود. اون ملکه از میدان بیرون شده بود و آماده است تا اون را زود بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش وارد بازی نماید. ملکه وارد کرد کامران ابراهیمov
бозам то аз майдон бере мешавад. Лаҳзаи хавфнок дида намешаванд. Дақиқаи 20 ам наздик мегардад, вале ҳамон лаҳзаи хавфнок дар рафти рақобат нестанд. Инҷо хуб ҳастанд зиёд бозигароне ки ҳам дар рафти ин даста ҳам дар рафти он даста бозӣ кардан. Дарвозабон хато мекунад, вале дувар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вай ношта буд бар муқобили дарвозабон. аз ҳама охиринояшо метавон маз ҳамин ҷонибек шарипов ишора кард дӯстон азиз ки ӯ дар дастаи клуби марказии варшартиш чанд сол бозӣ кард, ҳунари худро санҷи дар ин даста. яке аз бозигароне ки дар ҳайати мунтахаби хуб 16 солаҳо бозӣ кард, 17 солаҳо, 19 солаҳо. хуб дар ҳайати Ю-23 ҳам давлат худро пайдо кард ба чемпионати Осиё ба кишвари Ӯзбекистон, вале бо бархе аз сабабҳое ки атрофи хизмати ҳарбӣ буданд, ин бозигар имконият надошт то ба онҷо сафар кунад ва онҳое ки сафар карданд то нузаи пушаймон шуданд аз сафарашон. Ва ин бозигар баъд ба ҳамин даста ба дастаи Осиё гузашт. ҷо Проспер бояд ором шавад. оне ки баданаш калонтар аст аз Абдулло Давлатов ба ӯ ҳақ намедиҳад ки чунин густохона амал намояд. ором Гибеку Проспер зарба ё ба хати ҳуҷум. инҷо норозигии атрофиён буд ки ҳамдастааш аз канор мехост Гибеку Проспер бо пасҳои кӯтоҳ ва миёна бозӣ кунад, яъне аз хати дарвозаи ноҷом оғоз бигардад бо пасҳои кӯтоҳ, вале Гибеку Проспер ба хулосае омад ки чӣ лозим аст пасҳои кӯтоҳ ва миёна қадам ба қадам, сония ба сония, дам ба дам рафтан, дар ҳоле ки мешавад бо як пас тамоми майдонро убур намудан. Мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин ҳуҷум, пас айни замон ба канор расонида мешавад ва тавассути канор кӯшиш кард то тӯбро қабул кунад Саид Мухтор Азимов. боз ҳам аз по афтид. алай навбате ин ҳуҷум тавассути канор ҷараён мегирад. имконе барои зарбазанӣ вуҷуд дорад. зарба ва хеле вазъияти хуби голзанӣ инҷо пайдо шуд. зарба ҳамолӣ буд. Абдураҳмон Нозимов ин зарбаро иҷро кард, капитани даста бо пои чап. бисёр зарбаи хуб. ана лаҳзаи хавфноке ки гуфтем нест. ана ҳамон лаҳзаи хавфноки голзанӣ. андаке нарасид, андаке. онҷо дарвозабон ба тӯб расидааст. тавре мо шумо дар лаҳзаи такрор мушоҳида кардем. зарбаи кунҷӣ хоҳад буд. Абдураҳмон Нозимов хеле наздик буд ки дастаро ба пеш барорад, дастаи ҳосилотро. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. ҷо бозгарони ҳосилот муваффақ нашуданд ки ҳамваро идома бидиҳанд ва тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи КМФ аст. партоб ба хати ҳуҷум. вазъият бартарраф мешавад. тӯб то маркази майдон меояд. инҷо дар марказ бисёрам кӯшиши хуб кард Гатенжан, вале муваффақ нашуд ки тӯбро бигирад ва онро идома бидиҳад. Расул Пайзов пасиё. ирсоли навбати ба дохили ҷаримагоҳ, вале инҷо аввалин шуда дарвозабон Ҳусниддин Маҳмадалӣ тӯбро мегирад бе ягон мушкилӣ.
حسن‌الدین محمدعلی ضربه تا با نزدیکی جریمه‌گاه حاصلات میرسد. اینجا بازیکنان که میوه مبارزه میبرند. ژانگاتین پاسی با عقیب اختیار عظیم و فرسال با مرکز بازم ژانگاتین موقع خط نیمه حمایت دفاعی رو گرفته از ژانگاتین. عموما همین موقع در فوتبال ما خیلی با اصطلاح دیفیسیت است، بسیار موقعی که بهبودی رو میطلبد. زمان در خط نیمه حمایت دفاعی خیلی مهارت خوب رو نوردین دورونوف نشان داد با چند بازیگر دیگر جوان هم اومدن، ولی صرف بازیگری که در خط نیمه حمایت دفاعی بازی بسیار خوب نشان میده در این زمان بین جوانان چنین فوتبالبازان کمتر دیده میشوند، یعنی بازیگران نیستن که همین موقع رو پر را بگیرند و توسط آن بازی خود را برگزار بنمایند. یک زمان مهربان کریموف در همین موقع استفاده کرده میشد، حتی به تیم منتخب هم دعوت میگردید و بازیگران همین موقع باید گویم که کلان کرده شوند، نسل نو باید پیدا شود. امیربک جورابویف تو 40-50 سالگی البته بازی کردن نمیتواند تا همین موقع را پر را بگیرد و لازم است البته بازیگران نو که همین موقع رو پر کنند، بگیرند و بازی رو بهتر سازند. در قسم بیشتری خب در بعضی از دسته های لیگ عالی مملکت در همین موقع فوتبالبازانی که از بیرون کشور دعوت کرده میشوند، یعنی لیگ ایران استفاده میشوند در موقع خط نیمه حمایت دفاعی. برای مثال در خود همین کلوب مرکزی ورزش ارتش ژانگاتین همین موقع رو میگیرد. حتی با داخل جریمه‌گاه ضربه به طرف دروازه اجرا می‌گردد. این ضربه خوب، کوشش خوب از طرف نگان و دریان بود. یک ضربه دیگر و اینجا توپ از میدان بیرون می‌گردد به نتیجه. توجه میکنیم به همین ضربه که محمد اقبال دولت فان را اجرا کرد، ولی بسیار ضربه نادقیق. جمعین ساموا پاسیو با مرکز و یک بازیگر دیگری که در همین موقع استفاده برده می شود بنجامین ساموا است. در خط دفاع مرکزی استفاده می شود، در خط نیمه حمایت دفاعی هم او در دسته‌های قبلی خود استفاده کرده می شود. ساموا این زمان او را در خط دفاع مرکز می بینیم در دسته حاصلات. ضربه شادیجان مرادوف به خط حمله در هجوم عبدالخالد بارونوف هرچند کوشش کرد ولی به توپ رسیده نتوانست چون که نادقیق روان کرده شد. بختیار عظیموف از اوت حلقه توپ را پرتافت. اینجا دوریان اشاره میکند که بار اخیر به توپ شادیجان مرادوف رسید، بازیگر دسته حاصلات. دخترش کبیر سلیم شویب رسید بار اخیر به توپ ولی با این فکر روزی نیست. دوباره بازی امروزه شادیجان مرادوف قاعده بازی ویران کرده شد. اینجا نگاه و دوریان این زمان در زمین خوابیده است و شاید ما از کبیر سلیم شویب قاعده بازی را ویران کرده باشد. این زمان کارگردان کبیر را به ما نشان میدهم. اصلا شادیجان مرادوف قاعده بازی را ویران کرد. کبیر سلیم شویب در خط هجوم از کنار راست بازی میکند. فوتبالبازی که او هم در حیات 16 ساله‌های کشور بازی خوب خود را نشان دادن توانست. و بعدا بیرون از مملکت هم رفت.
اونجا هم چند مدت در دسته‌های دیگر بازی کرد. این زمان باز به فوتبال می هم برگشته است که اسلام شایف در همیشه بروز و شرفی دسته تحصیلات ناحیه فرخار را حمایت میکند. پس باقی اصلاح نوبتی اجرا کرده می شود و این وضعیت هم به نتیجه به پایان می رسد. پرتاب خطی حمله ضربه به خط هجوم اجرا می‌گردد. بازم یک وضعیت دیگری بود که هیچ کس توپ را نگرفت و حمله را ادامه نداد. بازیکنان حصیلات اکنون از خط دفاع با پاس‌های کوتاه و میانه می‌خواند به حمله روند. بنجامین اساموا پس به کنار توسط کنار هجوم نوبتی جریان خواهد داشت و این وضعیت هم به نتیجه به انجام میرسد. پس به خط هجوم اجرا می‌گردد. وضعیت خیلی خوفناک و اینجا باید ضربه زده شود به طرف دروازه. حرکت‌های خیلی زیاد اینجا از طرف بازیکن دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بود. عبدالله شریفov قاعده بازی برنده نشده است. دروازه ما میتوانند از خط دروازه توپ را به بازی وارد بگرداند. میتوانیم متوجه شویم بار دیگر به این لحظه تکرار. بنجامین اساموا بر مقابل لیگنری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش ژانگاتین اونجا بازی کرد. ژانگاتین تا در زمین خوابیده است. کمتر از 15 دقیقه دیگر باقی میماند دوستان ارجمند تا انجام وقت اساسی نیمه یکم رقابت. قبلا ما در مورد بازیکنان گفتن که در کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی کردن و این زمان در حصیلات هستند. خود سرمربی دسته حصیلات امین صبحانی هم موسم گذشته در دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش کار کرد و بسیار کار خوب رو هم انجام داد. اینجا بار دیگر ما متوجه میشویم که چگونه ژانگاتین از پا افتید. بنجامین اساموا قاعده بازی را با پنداش دوبار بر ضدش ویران هم نکرد.
و حتی در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا هم برآمد کرد. در این صبحانی با دسته کلوب مرکزی ورشرتیش برآمد خوب داشت و بازی خوب رو هم گذاشته بود در دسته کلوب مرکزی ورشرتیش که با دسته‌های خوب کشور ازبکستان و دیگر دسته‌های منتخب بازی ارزنده را نشان دادن توانست این دسته. پرتاب با کنار تو در میدان شادیجان مرادوف گذاشتن توانست. شادیجان مرادوف بازم از کنار پاس به مرکز ارسال به داخل جریمه گاه روان می‌گردد. این وضعیت برطرف شد. تو با جریمه گاه بیرون می‌گردد. شادیجان مرادوف پاس به کنار کبیر سلیم شایف از برخی اوت و اوت به نفع دسته حسیلوت بود. بنجامین اساموا پرتاب با داخل جریمه گاه اینجا کوشش ها بودند ولی بازم به نتیجه انجام یافتند. هجوم خیلی خوب بازیگران دسته کیمیوی ضربه به طرف دروازه اجرا می‌گردد و گبیکو پروسپر آماده بود تو این ضربه را برطرف بگرداند. اکنون هجوم جوابی اوسیلوت پس به خط حمله ژانگاتین ارسالیو با کنار راست حسن‌الدین محمدعلی از خط دروازه توپ را به بازی وارد خواهد کرد. ضربه تو به نیمه میدان رقیب می آید.
شادجان مرادوف پاس به عقیب میدمین ساموا پارتوبیو از خط دفاع بازیگران حوصله کوشش میکنند تا به هجوم گذارند. چون این بازی ها اصلا در قسم دوم رقابت بهتر میشوند، یعنی گل ها اصلا در نیمه دوم دیده میشوند. گپ سر میرود که دسته ها خسته میشوند، فوتبال بازان خسته و بیمدار میگردند. تو از دقیقه 65 تا اون طرف آغاز کرده، بعدا موقع خالی در خط دفاع هر دو تیم بیشتر پیدا شده میگیرند و اصلا در چنین بازی ها در قسم دوم رقابت گل ها به چشم میرسند. در بعضی از بازی ها تنها یک گل دیده می شود، در بعضی از رقابت ها بیشتر از یک گل. بختیار عظیموف پاس به عقیب، ضربه کامرانی میرزاخان به خط هجوم. در حد دسته وسیلات شادجان مرادوف خیلی فعال است، فوتبال بازی رقم 11 و در کنار راست اصلا بازی میکند، ولی به مرکز هم نوبت می آید و در خط نیمه حمایه مرکز و دفاعی کمک میرساند به فوتبال بازان قسمت مرکزی میدان برای ترکیب و روی هجوم ها. قاعده بازی ویران کرده شد. اینجا ژان گاتیه مبارزه برد و بازیگر دسته حوصلات از پا افتید. اونجا خب اصلا سعید مختار عظیموف بود. اون را تلقی پاسی سر شد و دوور تنو به اوت اشاره کرد. پس به کنار حمله دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. امکانات برای ضربه زنی وجود دارد، ولی پس به عقب روان میگردد دوریان. بسیار ضربه نو دقیق نوانیق و دور از هدف. عبدالرحمن نازیموف، شادجان مرادوف، ارسالی به عقب ساموا. بازم عبدالرحمن نازیموف کوشش شد، ولی اینجا موقع درست گرفت ژان گاتیه. ضربه روان کرده می شود. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش نظام جریان دارد. شیرو شریپوف پس اینجا با کنار میدان توسط کنار حمله جریان دارد. دو خلیل باران فرسالی و بعد داخل جریمه گاه. پرتاب به خط هجوم، کوشش بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش توسط کنار جریان دارد، ولی از پاس پیشینی سفرов هم دستش استفاده کرده نتوانست. اونجا فکر دارم عبدالله شریف بود که کوشش نمود.
ولی در تلاش خود موفق نشد. عبدالرحمن نازیمов شد جا مرادov پس به کنار دوریان ارسال درستی و حمله دسته کلوب مرکزی ورشتی شیرا شریف پاسیو و اینجا توپ گیبکو پروسپر میرسد. وضعیت نوبتی باز هم به نتیجه به انجام میرسد. بختیار عظیموف از دسته کلوب مرکزی ورشتیش و از حاصلات اینجا فرانک میکیل در زمین خوابیدند و سیو گرفتن این بازیگران. دختران در حال به کمک می روند. این فرصت است برای امین صبحانی تو با بازیگران دسته خود دست و سپارش ها بدهد. بردگار همون حالت نشان داده می شود که چگونه برخورد این فوتبالبازان بود. همین فرصت فکر دارم خوفناکتر بود و حالت دوم هم خوفناک بود. در هر دو حالت پای پخش کرده شد. سه دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسم یکمی رقابت. اینجا داور بازی عبدالله دولتوف شاید با نصرالله کبیروف و یاورانی که در حجره ور قرار دارند در این زمان معاشرت میکند. شاید گپ سر همون حالتی که خوفناک بازی کرده شد و پای فوتبال پخش کردید گپ سر همون حالت برود.
خب جریان دارد. مباشرت رودولاتوف با نصرالله کبیرов که در جای وار قرار دارد. 3 دقیقه که دوار زم کرد. در همین فرصت با انجام رسیدند، یعنی در مباشرتی او و با نزدیک نانچه مخصوص می رود. عبدالله دولتوف تا این حالت را از نزدیک متوجه بگردد. گپ سر کدام حالت می رود ما هم متوجه خواهیم شد. گپ سر همین حالت می رود هنگامی که پای فرانک میکل پخش گردید. کارت سرخ احتمالی. خوب متوجه میگردد دوباره همین حالت رو هنگامی که پای خود رو برد. فرانک میکل و فوتبالباز کلوب مرکزی ورزش ارتش پای او را پخش کرد. همچنین اینجا گپ سر اون هم هست که پای خود را برد البته فرانک میکل، ولی بازیگر که میگم اول به توپ رسید، یعنی هر دو بازیگر به طرف توپ پای خود را بردند. اینجا پای پخش کرده شد و دوباره به کدام قرار می آید. تکرار به تکرار همین حالات به ما نشان داده می شود. از اینجا معلوم گردد که قضاوت کردن، قرار خود را برآوردن. سر همین حالت خیلی مشکل است برای داور. باید به قرار درست بیاید. همه معیارها و کریتریاها را با این نوبت گرفته. مشکلی در همین است که بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش در این فرصت اول به توپ میرسد. ببینید به توپ میرسد، بعدا پای رقیب رو پخش میکند. یعنی همه این در یک عملکرد رخ داد. پای خود رو برد و هم در همین فرصت توپ رو گرفت و هم پای رقیب را پخش نمود. خب اکنون داور همین فرصت را متوجه گردید، باید قرار خود را برآورد. خب کارت زرد و بختیار عظیموف کارت زرد نشان داده می شود برای همون حالتی که او پای رقیب را پخش کرد. بختیار عظیموف کارت زرد را گرفت، بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، فوتبالبازی رقم 3 از کمیویا. عبدالرحمن عظیموف در نزد توپ قرار دارد.
پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه زده می شود، خیلی وضعیت خوفناک و این حالت برطرف می گردد. بهترین فرصت بود برای زدن گل. حالا که دقیقه 54 جریان دارد اینجا. این تنها نیمه اول رقابت از دوستان ارجمند تا هنوز قسم دوم شروع نشده است. با نیمه اول 3 دقیقه ضم کرده شد. بازم یک کیسی دیگر، یک پاوزه دیگر. پرتاب به داخل جریمه گاه روان میگردد. ضربه و توپ اینجا بالاتر از دروازه از میدان بیرون میگردد. عبدالرحمن نازیموف پس به خط هجوم روان میگردد. بشین سفرов توپ رو خیلی خوب میگیرد. بشین سفرov بازیگری است که با تیم منتخب کشورم دعوت کرده شد. افساید اینجا گفته می شود. با تیم ملی کشورم دعوت گردید. خوب بازیگر مذکور در رقابت برای گرفتن جام مردکا در کشور مالایزیا هرچند از هیئت اساسی نه، از هیئت ذخیروی به میدان وارد کرده شد و چند دقیقه بازی کرد. پس به کنار. خب همین طور داور صدای خود را بالا میگرداند. این تنها قسم اول رقابت بود که با انجام رسید. حساب رقابت 0-0 است. در نیمه اول دست‌ها به زدن گل دست نیافتند. قسم دوم را انتظار می‌شویم. رقابت دست‌های اوسیلات و کلوب مرکزی ورزش ارتش از دایره بازی مرحله سوم چمپیونات تاجیکستان در گروه ب میباشد. منتظر می‌شویم قسم دوم رقابت را. در نیمه دوم شما را انتظار ما باشید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم به قسم دوم رقابت دسته‌های حاصلات نوع فرخور و کلوب مرکزی ورزش ارتش شهر دوشنبه. رسول پایزوف از میدان گرفته می شود در دسته حاصلات به جای بازیگر تحت رقم 9 خوب به میدان میاد و در قسم دوم رقابت این فوتبالباز هنرنمایی خواهد کرد. این هم باشد اکیته روجر می باشد که در قسم دوم رقابت ماز او در موقع رسول پایزوف هنرنمایی خواهد کرد. بازی رسول پایزوف بد نبود در قسم اول رقابت، ولی با سبب شاید اندکی اوسه برداشتنش رسول پایزوف دیگر بازی رو ادامه دادن نتوانست، چون که بازیگرانی بودند که بدتر از رسول پایزوف در میدان هنرنمایی میکردند، ولی ماز رسول از میدان گرفته شد، چون این بازیگر با احتمال غالب با سبب اندکی اوسیب گرفتنش دیگر نتوانست بازی را خوب ادامه بدهد. در نیمه اول دسته ها نتوانستند به دروازه هم دیگر گل بزنند. کوشش ها بودند. از همه لحظه خوفناکترین در نیمه اول بازی این ضربه زده کاپیتان دسته حاصلات عبدالرحمن نوزیمов بود که با پای چپ ضربه زد و گوشه پایانی دروازه، ولی دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش حسین‌الدین محمدعلی توانست اون ضربه را برطرف گرداند. همینطور دیگر لحظات خوفناک در نیمه اول دیدار دیده نشدند. قسم یکم با حساب مساوی 0-0 به انجام رسید. در نیمه دوم باز دسته ها کوشش بیشتر خواهند کرد برای زدن گل و برای نشان دادن بازی بهتر. در هیئت دسته حاصلات یگانه تغییرات بود. روجر به میدان وارد گردید که علتی روجر که الکی این چیز را به شما گفتیم و بود در نظر داشت این تغییرات هیئت دسته نوع فرخور به تبریز می باشد. خوب دروازه‌بان گبیکو پروسپر است. این لگنری دسته می باشد که در هیئت دسته مذکور تحت رقم 31 بازی می کند. بعداً فوتبالبازانی که در بازی امروزه در خط دفاع در هیئت دسته میزبان هستند. اینها بازیگر تحت رقم 23 جونی بیک شریپوف، بعداً رقم 3 بنجامین اساموا، رقم 10 این کاپووا ولی است لگنر دسته مذکور. شادیجان مرادوف رقم 11 است. رقم 6 نیمی مایگر که فوتبالبازان خط نیمی مایه را با شما معرفی کرده ایستادم. اونجا بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در زمین خوبی دست شاید اندکی اوسیب هم دارد، تا از جو بالا نشده است و داور رفته بازی را مان میکند تا به نزد فوتبالباز که می‌بیاید بیاد از سلامتیش واقع شود. این ژان گاتن است، بازیگر خط نیمی مایه دفاعی و داورش را میکند که با کمک دختران نیاز دارد. باید دختران اینجا با کمک این فوتبالباز بیاین. ما شما در لحظه تکرار بار دیگر مشاهده میکنیم که چه حالت رخ داد. و بعداً فوتبالبازان خط نیمه مایه رقم 6 سید مختار عظیموف، رقم 8 عبدالرحمن عظیموف کاپیتان دسته با جای بازیگر رقم 7 که رسول پایزوف بود در قسم اول. با میدان در نیمه دوم فوتبالبازی رقم 9 اکیلتی روجر وارد گردید و این فوتبالباز هنرنمایی کرده ایستاده است. در خط هجوم 3 نفر هستند. کبیر سلیم شویف رقم 77، رقم 3 فرانک میکائیل و رقم 35 باشد عبدالخلیل بورونوف است. چنین بود هیئت دسته حاصلات برای قسم دوم رقابت. امین صبحانی متخصص از کشور ایران در دسته مذکور همچون سرمربی کار و فعالیت دارد. مخلصان هم در ورزشگاه حضور دارند، بازی را تماشا کرده ایستادند. اونها البته امید آن را دارند که دسته حاصلات در رقابت امروز میتواند غلبه خود را به دست دارد، ولی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش هم تنها به خاطر غلبه به مویه فرخور رفت. اکنون توجه میکنیم به هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. دوستان ارجمند، به فرق از قسم یکم در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش یگان تغییرات نیست. فوتبالبازانی که در میدان هستند اینها میباشند: حسین‌الدین محمدعلی رقم 16 دروازه‌بان، فوتبالبازان خط دفاع رقم 12 باکیند جرارد، بعداً رقم 5 کامران میرزاخان، رقم 20 کامران ابراهیموف، تحت رقم 3 بختیار عظیموف، رقم 3 بختیار عظیموف بازی میکنه. دو در نیمه اول دیدار کورتیزر گرفته بود، هنگامی که احتمالاً شاید برای اون خود ورانکنی که داشت
корти сурх ҳам нишон медоданд. Танҳо корти зар гирифт дар лаҳзае ки дуварон хеле зиёд байни ҳам мушират мекарданд, хеле зиёд лаҳзаи такрорро навбат ва навбат диданд, тамошо намуданд ва дар ниҳоят ба хулоса омаданд ки бояд ба ин бозигар корти зард нишон дода шавад. баъдан таҳти рақами 66 Муҳаммад Иқбол Давлатов бозӣ мекунад футболбози хати ними ҳимоя. ҳамчунин дар ин мавқеъ рақами 33 Жан Гитен Инде ҳонар намоӣ дорад. рақами 25 Нтенгу Дориан аст. таҳти рақами 6 Шероз Шарипов бозӣ мекунад.
خب دوستان ارجمند، ادامه رقابت دستای حاصلات و کلوب مرکزی ورزش ارتش است. دقیقه 60 رقابت. تا این زمان ما و شما مشاهده میکنیم دوبار آماده است تا صدای اشتکش را بار دیگر بلند میگرداند که از ادامه رقابت ما را خبردار میکند. حساب رقابت 0-0 از دوستان ارجمند. دستا به دروازه هم دیگر گل زدن نتوانستند. خاطررسانی میکنم که این بازی خیلی مهم چی برای دسته حاصلات چه برای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. دستا در مرحله سوم در گروه بی این زمان بین هم رقابت کرده ایستادند. کلوب مرکزی ورزش ارتش در بین دستای گروه بی زینه یکم را دارد، 25 گل در حساب خود کسب نموده است و دسته حاصلات باشد در حساب خود این زمان تنها 21 گل دارد و در زینه چهارم است. در برابر با همین رقابت همچنین بازی دیگر هم جریان دارد، بازی دستای خوجند و خطلان. خاطررسانی می‌کنم که خطلان الکی شانس موندن در لیگ عالی را از دست داده است. یعنی این دسته بدون هوسمندی بدون موتیواسیا بازی کرده ایستاده است و دسته خوجند باشد برعکس تلاششان را دارد که در روخت لیگ اولی را نگاه بدارد. دسته که همیشه برای زینای بالایی مبارزه می‌بود. خوجند نگرد از حاصلات کلوب مرکزی ورزش ارتش این دستا تا حال روخت را برای خود تامین نکردند برای اشتراک در موسم نوبتی لیگ اولی مملکت و تلاش آنها به خاطر نگاه داشتن روخت می باشد. 5 دسته که از این ششم تا دهم قرار دارند، یعنی در گروه دوم هستند. مقصد اساسی همین هم هست که 3 دسته روخت را نگاه داشته می توانند و 2 دسته دیگر باشد از ادامه راهی مبارزه در لیگ اولی مملکت بی‌نصیب می گردند و نمی توانند اشتراک بنمایند در موسم نوبتی در لیگ اولی، یعنی آنها در موسم نوبتی در لیگ یکم برآمد خواهند کرد. این زمان یک دسته لکه معلوم است، طوری گفتیم این دسته خطلان می باشد که بار اول روخت لیگ اولی را در تاریخ موجودیت خود از دست داد و امروز اگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش نتواند غلبه به دست آورد حالت دسته مذکور هم خیلی بد می شود. کپا و ویلی کارت زرد میگیرد بازیگر رقم 10 دسته حاصلات و باز یک خواهنوانکنی دیگر را ما و شما در این فرصت متوجه گردیدیم. ارسال بعد داخل جریمه گاروا می شود. هجوم نوبتی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و اینجا دوباره اشاره میکند که افساید بود. دوباره رقابت امروز عبدالله دولتوف است دوستان عزیز. خلمراد عبدالسلاموف و غیرت روزبویف با کمک میرسانند از دو کنار. خورشید دوبویف دوباره چهارم رقابت امروز می باشد و همچنین نصرالله کبیروف در جای ور نشسته است. امیرجان خورکشف و زحال خوجا نظر و با کمک میرسانند. پرتاب به داخل جریمه گل باز یک وضعیت دیگر خوب به میان آمد برای ضربه زدن و برای موفق گردیدن. تغییرات در هیئت دسته حاصلات. محمد علی عزیزبویف به میدان میآید. کبیر سلیم شویف از میدان گرفته می شود. از نقطه نظر سن و سال محمد علی عزیزبویف البته کلانتر از کبیر سلیم شویف می باشد. محمد علی عزیزبویف در یک نسل 16 ساله ها بازی میکرد. اونایی که اشتراک کردند در مالایزیا تا فینال رفتن، هرچند محمد علی عزیزبویف در اونجا در یگان بازی شرکت نکرد با سبب اوسه برداشتنش، ولی در همون هیئت بود و
کبیر سلیمشویی باشد نسلی که بعد از آنها آمدند بازی خوب رو نشان دادند در جام رشد توانستند بهترین نتیجه رو نشان بدهند. اما در مجموع میتوان گفت که اونها یک نسل بازیگران هستند. پرتاب با داخل جریمه امکانیت اینجا تو هست که توپ میتوانست وارد دروازه شود ولی حسن‌الدین محمدعلی موقع درست رو اشغال کرد و توانست توپ رو بگیرد. ویلی پاسیو به خط هجوم ارسال با داخل جریمه روا میگردد و این وضعیت برطرف کرده شد. حسن‌الدین محمدعلی توپ رو گرفت به نظرم فوتبالباز اوسیلوت به پای او زد. دوور به نزد دروازه‌بان که می‌ویم می‌آید تا سلامتیش واقعی بگردد. ضربه به خط هجوم امروز در خط حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش فیصل‌الدین سفرов و عبدالله شریفov بازی میکنند. بازیکنانی که رقم 21 و 18 در پیرانهای خود دارند. قبل از آن که مشکلات تکنیکی به میان آمدند همه بازیگران را به شما معرفی کردم. غیر از همین دو بازیگر دو حمله‌گری که در هیئت امروزی کلوب مرکزی ورزش ارتش در خط پیش بازی میکنند. فیصل‌الدین سفرov پاس به کنار بازیگران اوسیلوت اینجا با پرسینگ میگذارند. تنها 3 نفر بودند یعنی پرسینگ فعالانه نبود. تنها یک کوشش‌هایی بودند برای خلل وارد کردن برای پاس‌های کوتاه تا توپ به فوتبالبازان خط نیم حمایه رسانیده نشود. توپ بعداً با یک ضربه طویل تو به خط حمله رفت. این وضعیت برطرف کرده شد. رقابت در مرکز میدان فیصل‌الدین سفرov ژنگ تیم توپ را میگیرند بازیگران اوسیلوت. ضربه از فاصله دور به طرف دروازه و توپ اینجا پهلوتر از دروازه از میدان بیرون میشود. امکاناتی خوب جستند برای ضربه زنی فوتبالبازان دسته اوسیلوت. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم. عبدالخلیل بورونوف حمله‌گر دسته اوسیلوت از این فاصله کوشش ضربه زنی کرد. عبدالخلیل بورونوف هم یکی از آن فوتبالبازانی است که هم در کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی کرده است و این زمان در دسته اوسیلوت است. در دسته دیگر هم بود. برای مثال در پنجشیر هم زمانی بازی میکرد که این زمان در لیگ اولی مملکت نیست ولی پنجشیر و استرافشان دو دسته هستند که مبارزه خیلی خوب برده ایستادند برای برآمدن به لیگ اولی مملکت. یعنی نتیجه اونها در بین دسته لیگ یکم مملکت بهتر است. ضربه حسن‌الدین محمدعلی به خط هجوم. شش بازیگر دسته که می‌وید در نزدیکی جریمه‌گاه اوسیلوت قرار دارند باید موقع درست رو اشغال بنمایند. اینجا یک سکنجه در کنار راست تشکیل کرده می شود اما یک کنجه سکنجه بیکار ماند در کنار. بازیگر رقم 6 بود اونجا که به طرف او پاس داده نشد در حالی که این فوتبالباز یعنی شیراز شریفov در موقع خالی قرار گرفته بود یعنی هیچ کس برایش مبارزه نبود و می توانست توسط کنار حمله را ادامه بدهد. متوجه بشویم بار دیگر با مبارزه‌ای که عبدالله شریفov داشت در بین 3 فوتبالباز دسته اوسیلوت قرار گرفت.
امین صبحانی با محمد علی عزیزبایف دستور سپارش داده ایستاده است. محمد علی عزیزبایف هم با منتخب اساسی کشور منضبط خود را پیدا میکند. تغییرات هستند اینجا در حیات دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. اینجا میبینیم که بازیگر تحت رقم 19 شعباز حبیبوف به میدان میآید و از میدان باشد عبدالله شریفوف گرفته می شود. این فوتبالباز تحت رقم 18 در خط حمله بازی میکرد و حمله‌گر است شعباز حبیبوف از روی امپلای خیش موقع خود در میدان. ضربه حسین‌الدین محمد علی او میخواست توپ را درست به مستقانش برساند ولی راست به پای رقیب داد. پس به خط هجوم حمله فوتبالبازان حاصلات اینجا جریان دارد. توپ را میگیرند فوتبالبازان دسته حاصلات. پس با کنار از اینجا توپ به مرکز به عبدالخلیل بورانوف رسانیده می شود. فوتبالبازان دسته کمیوی توانستند توپ را بگیرند. ضربه به خط هجوم اینجا در حمله یگانه نفری که قرار دارد شعباز حبیبوف است ولی او بر مقابل 3 دفاعگر دسته حاصلات و یک دروازه‌بان یعنی در مجموع 4 نفر هیچ کار کردن نتوانست. هرچند پرسینگ هم کرد دویدن‌های زیادی را انجام داد حرکت‌های زیادی را عبدالخلیل بورانوف پاسیون درست می رود. دوریان در مرکز میدان خالی بازی بر ضد این فوتبالباز ویران می شود. خب غیر از شعباز حبیبوف که الکی به میدان وارد شد در دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باز فیض دولتوف که این زمان دسته را رهبری کرده ایستاده است میتواند بازیگران دیگر هم به میدان وارد بنماید. از جمله سهراب خوجا یوسفوف دروازه‌بان است که در مرحله یکم چمپیونات دروازه‌بان اساسی موضوع حساب کرده میشد و عموما دروازه‌بان اساسی کلوب مرکزی ورزش ارتش سهراب خوجا یوسفوف هم است که به منتخب تاجیکستان هم دعوت کرده می شود. بعدا دفاعگران سلطانوف است شفقت هوتم یک بازیگر دیگر این زمان در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش برآمد کرده شده است. توجه میکنیم به حمله نوبتی امکانیت از ضربه به طرف دروازه روان میگردد. یک ضربه دیگر وضعیت خوفناکترین و دروازه‌بان توانست هر سه حالت را برطرف بنماید. حسین میبردارد حسین‌الدین محمد علی. به نظرم ضربه که آخرین روان کرده شد به روی فوتبالباز مذکور رسید. با کمک دختران او نیاز دارد. متوجه میشویم بار دیگر. این ضربه یکم بود که حسین‌الدین اون را برطرف کرد. ضربه دوم را زدن نتوانست محمد علی عزیزبایف و همین ضربه سوم برای حسین‌الدین محمد علی خوفناک شد. برایش درد آورد و با کمک دختران اینجا نیاز پیدا نمود. ضربه زده اکیته روجر یکم بود که اون برطرف کرده شد. اصلا امکانیت خوب را ماز بازیگر رقم 9 دسته حاصلات داشت. در آغاز با پایچه میتوانست در این فرصت توپ را با او ضربه زد. ماز با مقصد ضربه زنی حرکت میکرد. اگر چنین مقصد داشت باید با گوشه دور با گوشه پایانی دروازه با کنج دور ضربهش را روان میکرد ولی او راست با بدن دروازه‌بان ضربه زد. از هم واریانت درست در این حالت برای اکیتلی روجر این پاس دادن بود به همدستگان دیگرش چون او پاس نداد این وضعیت به نتیجه به انجام رسید. بعدا ضربه های دوم و سوم که اجرا گردیدند اونها رو هم دفاعگران و بعدا دروازه‌بان از زده برطرف کردن اونها برآمدند. حسین‌الدین محمد علی از جا بالا می شود و بازی را ادامه داده میتواند. حالا نوبت کمیوی در خط حمله کوشش خوب کرد و شعباز حبیبوف
ولی به نتیجه انجام گرفت. بعداً باز غیر از شوکت هوتم اونجا یک نفر دیگر اکامود جونگانت در نیمزو قرار دارد. لیگینر در خط نیمه میان میتواند خورشید عبداللهی به میدان آید، میتواند اینجا نرگاشف وارد میدان شود و عباس اندلیبوف بازیگر جوانم در هیئت کیمیوی است. پرتاب بعد داخل جریمه گاه ارسال روان کرده میشود. ژانگته نتوانست را بگیرد و با حمله جوابی باید میرفتن فوتبالبازان اوسیلوت، اما سری وقت بازیگران کیمیوی در مرکز میدان این وضعیت را برطرف کردند. و اسدبек جوربек زاده حملهگر، رستم دولتوف یک حملهگر دیگر. این فوتبالبازانی هستند که میتوانند در آخر رقابت در 15 دقیقه وقت اساسی با میدان وارد بگردند در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. در هیئت اوسیلوت لکه ما شما دوستان عزیز دو تغییرات رو دیدیم. محمد علی عزیزبایف حملهگر با میدان وارد کرده شد و همچنین یک بازیگر دیگر در آغاز نیمه دوم روجر اکیتلی وارد میدان گردیده بود. غیر از این دو فوتبالباز بازیگران دیگر هم هستند که میتوانند با بازی تاثیر خود را برسانند. از جمله در خط هجوم میتواند عبدالجبار عبدالعلیم زاده به میدان وارد بگردد. همچنین بازیگران موقعی دیگر هم هستند. دفاعگران پرویز رحمانوف، سعید امیر علیف، خالد نیمه یک لیگنر دیگر قرار دارد که میتواند در خط دفاع به میدان وارد شود. خب به دو دروازه‌بان هستند محمدزاده شهاب‌الدین محمدزاده، رستم رضایف که برآمدن آنها به میدان از احتمال خیلی دور است. و یک نیم حمایتگر دیگر بیژن نشان بایزاده. این بازیگرانی هستند که میتواند این صبحانه آنها را در ادامه رقابت استفاده برد. این زمان با هجوم دسته کیمیوی متوجه میشویم. کامران ابراهیموف کوشش کرد به مرکز حرکت نمود. قاعده بازی بر ضد فوتبالباز ویران میشود و کارت زرد نوبتی را مشاهده میکنیم در رقابت امروزه. لحظه تکرار میتوانیم متوجه شویم که سعید مختار عظیموف قاعده بازی را ویران کرد و کارت زرد هم از به همین بازیگر نشان داده می شود. میتوان از این موقع کوشش ضربه‌زنی به دروازه کرد. هرچند مساحت و دروازه دور هم هست، برای همین هم پاس به کنار رسانیده می شود. از آنجا ارسال به داخل جریمه و تلاش کرد در خط هجوم برای ضربه زدن. شعباز حبیبوف موفق نشد. پس به مرکز میدان اینجا اولین شده کامران ابراهیموف به تو میرسد. من در کنار راست خط دفاعی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازیگر خوب است کامران ابراهیموف که همین موقع رو خیلی خوب نگاه می‌دارد. خیلی خوب اینجا بازی کرد شعباز حبیبوف. پاسی و ضربه اینجا با طرف دروازه روان کرده می شود. در نتیجه صدگذاری این ضربه زده شیراز شریف برطرف شد. وضعیت استانداردی خواهد بود. ضربه کنجی ارسال روان گردید و داخل جریمه دسته اوسیلوت تو برآورده می شود. دوریان تو را برگرداند به کیمیوی ولی اونجا خود بازی ویران شده است. تغییرات نوبتی در هیئت دسته اوسیلوت دوستان ارجمند به میدان فوتبالباز تحت رقم 22 وارد می گردد. عبدالجبار عبدالعلیم زاده و او کی را عوض می کند.
خوب فوتبالبازی رقم 3 فرانک میکایل بیرون از میدان می شود. لیگنر دسته و جای را کنون حمله‌گر میگیرد. عبدالجبار عبدالعلیمزاده محض در خط هجوم بازی خواهد کرد. عبدالجبار علیمزاده پاسی باقیب و توپ را میگیرد دوریان بازیگر دسته کمیویا ولی در عبدالرحمن نوزیم خون را برمیگرداند به نظارت اوسیلوت پرتاب کاپیتان به داخل جریمه و دروازه‌بان حسین محمد علی ولی توپ را میگیرد. به شک و تردید یکی از بازیگران بهترین در رفتی رقابت امروز و شاید بهترین حسین محمد علی هم بود که علاوه خصوص در نیمه دوم رقابت که چند سیو بسیار هم عالی را کرد. دسته اوسیلوت در مجموع بازیش بهتر از کمیویا است این زمان. از نگاه وضعیت‌های خوفناک این زمان کمیویا در هجوم قرار دارد. شیراز شریفوف پاس خود را درست رسانیده نتوانست. عبدالرحمن نوزیموف ضربه او بازم کوشش عبدالرحمن نوزیموف و با توپ فوتبالبازان کمیویا در مرکز میدان توپ را میگیرند. پس کامران ابراهیموف به کنار به همدستگانش نرسید. روجر در خط حمله کوشش میکند. پرتاب و کنج میدان اینجا طریق نزدیکی جریمه گو فوتبالبازان به هجوم میرفتند. فوتبالبازان دسته اوسیلوت و دوباره میکند که ضربه کنجی هم نیست. تغییرات در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازیگر تحت رقم 11 به میدان میآید. این رستم دولتوف است. وحیدالدین سفرов از میدان گرفته می شود. رستم دولتوف هم از نگاه موقع خود حمله‌گر است. ضربه به خط هجوم. شعباز حبیبوف پاس باقیب. اصلا نتیجه مساوی هم نه اونقدر نتیجه خوب برای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است، چون که با یک گل آنها تنها صاحب 26 امتیاز میگردند که این خیلی کم است با در نظر داشتن که این بازی آخرینشون میباشد. پرتاب به داخل جریمه گاه. غلبه البته برای این تیم بهتر است، چون که در صورت غلبه دسته مذکور میتواند مسئله نگاه داشتن روخت را به پارگی حل و فصل بنماید، ولی نتیجه مساوی هم دسته مذکور را میتواند با روخت تعمین بنماید، چون در صورت مساوی کردن رقابت دسته مذکور صاحب 26 گل میگردد و دسته اوسیلوت از این بازی اگر یک امتیاز بگیرد پس صاحب 22 گل میشود. با در نظر داشتیم که بعد از این اوسیلوت تنها یک بازی دیگر خواهد داشت، معلوم است که این تیم نمیتواند شماره خود را برابر با کلوب مرکزی ورزش ارتش بگرداند. یعنی نتیجه مساوی هم بر نفع کلوب مرکزی ورزش ارتش است. اینجا توپ رسید به دست فوتبالباز شهر دوشنبه. در لحظه تکرار این چیز را مشاهده کردیم. محمد اقبال دولت بود که با دست بازی کرد وضعیت استانداردی. پرتاب به داخل جریمه گاه رها نشد. این ضربه بود که حسین محمد علی توانست آن را برطرف بنماید. یک ضربه دیگر.
توخیر اینجا مبارزه میبرند. اونجا در کنار مشاهده میکنیم که چگونه توخیر تلاش کرد پرسینگ نمود فوتبالباز دسته کمیویا رستم دولتов. حالا نوبتی کمیویا دوریان پرتابیو اینجا بنجامین اسما مبارزه خوب بر مقابل دوریان توپ رو گرفت. عبدالرحمن نوزیموف توسط کنار حمله را ادامه میدهد. یک نفر رو فریب داد. پاسیو به مرکز درست و دقیق میرود. عبدالخلیل بورون و فرسالیو سید مختار عظیموف در پاس دادن خطا میکند و اکنون این حمله دسته کمیویا است که توسط کنار جریان دارد. شیروز شریپوف اوتی دسته اوسیلوت است. تا حالا دوریان در زمین خوابیده است. اشاره میکند دو به طرف داور که فوتبالباز اوسیلوت با اورنج برای او ضربه زد و در لحظه تکرار مشاهده میکنند که بنجامین اسما واقعا هم با اورنج بر روی دوریان ضربه زد. بار دیگر میتوانیم وضعیت را ببینیم. در همین لحظه خیلی خوب عیان است که چگونه با اورنج با روی دوریان ضربه زده شد. خب عبدالله دولتوف به نزد اکرانچه مخصوص می رود تا این حالت را از نزدیک ببیند. تکرار به تکرار از همین زاویه دید شما این وضعیت رو متوجه هستیم. رقابت دوریان و بنجامین است اما دو لیگانیر از دو دسته. این حالتی است که میتواند با حساب این رقابت و تقدیر این دیدار بسیار تاثیر جدی داشته باشد. میلیون مرتبه عبدالله دولتوف و ما و شما
این وضعیت را متوجه هستیم چگونه دوریان کوشش نمود تا توپ را بگیرد. بنجامین اساموا بدن خود را از پیش او ماند و در مبارزه و گپ سر انا همین حالت می رود. انا همین حالته که از این نگاه چون می نماید که بورین زد با روی دوریان. خب قرار نهایی را دوور می برارد و چه اشاره می کند؟ بازی ادامه می یابد. بنجامین اساموا اینجا با نزد دوور می آید. با کارت زرد جزا داده می شود برای اون عملی که بر مقابل لگنر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش داشت. نود دقیقه بازی بالکای پس سر شد دوستان عزیز، یعنی 45 دقیقه اساسی قسم دوم پایان یافتند. دقیقه زم کرده می شود دوستان ارجمند با وقت اساسی و ما شما این رقابت رو 14 دقیقه دیگر متوجه خواهیم شد و در 14 دقیقه این تقریبا یک اکسترا تایم است. از نگاه لحظه‌های بحثناک، خوب از نگاه اون که چگونه مناسبت دارن فوتبالبازان با این رقابت، برای گفتم این یک فینال موسم برای علل خصوص کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. همین طور هم شد. اگر بازی با حمله طرفین جریان می داشت لحظه خیلی زیادی گلزنی می شدند، لحظات خوفناکترین. این البته تمام یک ارزو ورمان است، ولی به هر صورت اگر همین طور می شد این از نگاه بازی و جریان اون هم واقعا یک فینال می‌گردید. در این موقع خود بازی ویران کرده شد. از آنجا سندین محمد علی ضربه خود را به خط هجوم روان میکند. مبارزه بازم دوریان اینجا بود. توپ تا حالم به زمین فرود نآمده است. اکنون فوتبال است. توپ در نزد پای می باشد. ژانگاتین توپ را از نزد پای این لگنر میگیرند فوتبالبازان حاصلات و به حمله میروند. محمد علی عزیزبایف، پاسیو، روجر ارسال به کنار. این پس نادرست می رود و در نهایت کار توپ را زده کامرانی میرزاخان از نزدیکی جریمه دور میکند. شادجان مرادوف پرتابی به داخل جریمه، امکانیت برای دسته حاصلات. وضعیت تا حال برطرف نشده است. روجر پاسیو نمیگذارد. ارسال به مرکزی میدان. اینجا گیبکو پروسپر از منخیش بیرون آمد، نتوانست پاس اونقدر درست بدهد. اگر توخی رستم دولت مبارزه میبرد شاید توپ رو هم میگرفت. جمعی نوبتی پاس به کنار رسانیده می شود. تلاشا در کنار جانب شریف بود که نتوانست درست رقیب رو فریب بدهد، ولی به هر صورت اوت است و اوت به نفع بازیکن دسته حاصلات می باشد.
партоб ба дохили ҷаримагоҳ. توپ با نزد یگانه سودوبوزان دسته اوسیلوت نرفت. اکنون آنها با توپ هستند. عبدالرحمن نوزیموف پاسی و ارسال به داخل جریمه‌گاه و اینجا وضعیت خیلی خوب بود. توپ از نزد جریمه‌گاه دورتر میگردد. شادیجان مرادوف توسط دروازه‌بان گیبک پروسپر بازی میکند. پس به خط هجوم بازم فوتبالبازان کمیوی این وضعیت را برطرف میکنند. روجر ضربه بیرون از جریمه‌گاه امکانیت و اینجا حسین محمد علی اولین شده توپ را میگیرد به خطا. توپ از میدان بیرون میگردد. بازیگر دسته کمیوی نتوانست درست آن را بگیرد و حمله را ادامه بدهد. بازم حسین محمد علی در نزد توپ تقریبا در دایره مرکزی او قرار دارد. این زمان توپ را به هم دستش میماند. ضربه اینجا به خط هجوم روا میگردد. ضربه به طرف دروازه ولی این ضربه خیلی نادقیق می رود و بسیار هم بلند. پس رقیب جانبک شریف فرموده است تا توپ را با بازی وارد بنماید. بازی دیگر که در همین گروه در گروه بی جریان داشت بین دستای خوجند و خطلون اون با حساب مساوی به انجام رسید. 0-0 دستها بازی کردند. خوجند و خطلون بازی در شهر خوجند دوئل کرده شد و خب مکنون این چی معنی دارد؟ یعنی در جدول گروه بی خطلون معلوم است که الکی روخت را از دست داده است. خوجند این زمان صاحب 25 امتیاز میگردد. یعنی شماره خلوهای کلوب مرکزی ورشارتیش و خوجند این زمان برابرند. در همین حال به حساب کردن همین یک امتیازی که این زمان دارد دسته کمیوی، ولی اگر جدول آنلاین رو نظر بندازیم پس دسته کلوب مرکزی ورشارتیش یک خل دیگر دارد و حساب 26 خل است، یعنی بیشتر از خوجند که با یک خل گرفتش از بازی بر مقابل دسته خطلون صاحب 25 امتیاز گردید. یعنی اگر بازی با همین حساب پایان یابد با حساب مساوی 0-0 پس دسته کلوب مرکزی ورشارتیش صاحب 26 امتیاز میگردد و روخت لیگ عالی را برای موسم نوبتی نگاه می‌دارد. یعنی یک امتیاز هم برای دسته مذکور میتواند بسنده باشد.
то нузаи дастаи хуҷан бо мусовӣ карданаш дар рақобат бо дастаи хатлон кӯмак расонд. имконияти навбатӣ барои дастаи ҳосилот. Камрон Иброҳимов тӯбро мебарорад, зарбаю ба хати ҳамла. Хуб инҷо тӯбро мегирад Шаҳбоз Ҳабибов. наздик шуд ба ҷаримагоҳ Шаҳбоз, вале тӯбро аз назди пойҳояш гирифтанд шогирдони Амин Субҳонӣ. ҳуҷуми навбатӣ. Партоб ба хати ҳамла равон мегардад. ва ҳисоби мусовӣ то андозае ҳатто метавон гуфт ки ба ҳосилот ҳам кӯмак расонд, чунки Хуҷанд 3 хол нагирифт, танҳо 1 имтиёз гирифт. агар 3 хол мегирифт кори дастаи ҳосилот ҳам буз мушкилтар мегардид. имрӯз агар дастаи ҳосилот 1 имтиёз гирифтан тавонад, пас ин маънои онро хоҳад дошт ки дастаи мазкур метавонад ҳисоби 22 хол шавад, ки ин 3 хол камтар аз дастаи Хуҷанд хоҳад буд ки 25 имтиёз дорад ва баъдан инҷо боз албатта меъёрҳои дигар ҳисоб карда мешаванд. агар дар бозии навбатӣ дастаи Хуҷанд мағлуб гардад, дастаи ҳосилот ғалаба ба даст орад, яъне шумораи холҳои худро бо ин тим баробар мекунад. холас барои дастаи ҳосилот ҳам ҳамин бозӣ хеле муҳим буд ва кори дастаи мазкур то андозае мушкил мегардад, агар дар рақобати имрӯза ғалаба карда натавонад. агар дастаи Хуҷанд ғалаба мекард, пас дастаи ҳосилот танҳо бо Регар Тадаз мубориза мебурд барои мондан дар лигаи олӣ. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти навбатӣ. ин вазъият бартараф мешавад. бозгарони дастаи клуб марказӣ ва Ржертиш акнун ба порагӣ ба хати дифоъ нишастанд, танҳо аз контрҳамла истифода мебаранд ва ҳақам доранд, чунки тавре гуфтем акнун 1 имтиёз барояшон басанда буда метавонад. ирсол ба канор. роҷер пас худро расонидан тавонист ирсол ба дохили ҷаримагоҳи Кемевия ва тӯб инҷо болотар аз дарвоза аз майдон берун мегардад. пасе ки аз канор ба дохили ҷаримагоҳ равон гардид аз тарафи Ҷонибек Шарипов бисёр ҳам паси нодақиқ буд. аз 14 дақиқае ки довар зам кард, 12 дақиқаи он паси сар шуданд, дақиқаи 13 ҷараён дорад. 1.5 дақиқа тақрибан боқӣ мондааст то анҷоми вақт. ҳуҷуми навбатии ҳосилот тавассути Канор ин ҷараён дорад. тӯб аз майдон берун мешавад, ҳарчанд дар Канор кӯшиш намуд то тӯбро дар майдон нигоҳ дорад Саид Мухтор Азимов, вале муваффақ нашуд. хуб, тағйиротҳои навбатӣ инҷо дар ҳайати дастаи клуби марказӣ ва Ржертиш дида мешаванд. Аббос Анелибов кадри рақами 88 ба майдон ворид мегардад, аз майдон бозигари рақами 33 Жан Гатен гирифта мешавад ва ӯ корти зар мегирад барои вақтро кашол додан. саросема нест умуман. Ҷонибек Шарипов ба кӯмак мерасонад, ӯро аз майдон берун мегардонад то зудтар аз майдон берун шавад. ва як тағйироти дигар ҳам ҳаст, инҷо Ҷурабекзода ба майдон ворид мегардад. Асадбек Ҷурабекзода, ӯ Рустам Давлатовро иваз кард. ҳамлаи навбатии дастаи ҳосилот.
این حمله اکنون توسط کنار جریان دارد. فوتبالبازان کلوب مرکز ورشتیش در مرکز توپ را گرفته به هجوم میگذارند. به کنار میرود بازیگر این تیم تو وقت را کشول بدهد. ثانیه های نوبتی طلایی را اینجا کار کند شهباز حبیبوف. و اینجا اوت هم به نفع بازیگران کیمیوی بوده است. بازم شهباز حبیبوف اینجا به کنار می رود. پرتاب به داخل جریمه گاه ضربه زده می شود به نیمه میدان کیمیوی، ولی در اینجا تنها فوتبالبازان شهر دوشنبه قرار دارند و خلاص. خوب همین طور داور شک خود را بالا میگرداند. دوستان ارجمند دسته کیمیوی اینجا بازی را با حساب مساوی 0-0 با اوسیلوت به انجام رساند، اما در لیگ اولی برای موسم جاری آنها باقی میمانند. اکنون آنها 26 گل دارند و خود را نجات میدهند. این بازی را با شما من گلروز خانواده‌زاده تماشا کردم. تا بازی نود خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خانه آباد باشید.